أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 63 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 64 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الرابع و الستون، یعنی درس 64. الدرس الرابع و الستون، درس 64. درس 64 با مثل درس های گذشته همچنین کلمات نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید حفظ کرده شوند. صاحب کتاب میگوید مبراتون. مبراتون یعنی قلم تیز کنک، اون اسباب هایی که با اون قلم رو تیز میکنن اون را میگوین مبراتون، یعنی آلت قلم تیز کنی یا اسباب قلم تیز کنی. مبارین جمعش است، یعنی آلت های قلم تیز کنی یا قلم تیز کنک ها. بعدش میگوید محفظت نقودین. محفظت نقودین یعنی کشلاک سم، سمدازک. محفظت نقودین سمدازک یا کشلاک سم. بعدش میگوید دینارون. دینارون دینار یعنی سوم. دینار نام سوم است. دنانیرو دینارها. دنانیرو دینارها. بعدش میگوید درهمون. درهم همچنین نام سوم است. درهمون درهم. دراهمو درهمها. بعد از این میگوید معرضون. معرضون یعنی نمایشگاه. معرض نمایشگاه، جایی که در اونجا معرض اسم مکان است از عرض یعرض. عرض یعنی نمایش داد، یعرض نمایش میدهد. معرض اسم مکان یعنی جای نمایش دادن، از این حساب میگوییم نمایشگاه. جمعش میشود معارض. معارض یعنی نمایشگاه ها. این هم همچنین اسم غیر منصرف است، آخرش تنوین را قبول نمی کند. بعدش میگوید یا ابتی. یا ابتی ای پدر جانم. یا ابتی ای پدر جانم. بعدش میگوید ارجوک. ارجوک یعنی خواهش میکنم از تو. ارجوک خواهش میکنم از تو. بعدش میگوید لا ضرورت لذالک. لا ضرورت لذالک یعنی هیچ ضرورت نیست برای آن. لا ضرورت یعنی ضرورت نیست، لذالک برای آن. بعدش میگوید بدلا منه. بدلا منه یعنی بجای وی. بدلا یعنی بدل وی، بدل بجای وی. بدلا یعنی بدلش یا بجایش. منه از وی. بدلا منه از جای وی یا بدل وی. بعدش میگوید لست بحاجت الی. لست بحاجت الی یعنی احتیاج ندارم به. لستو ندارم من، بحاجت یعنی احتیاج الی به. لست بحاجت الی احتیاج ندارم به. بعدش میگوید متضایق. متضایق ترجمه های گوناگون دارد. مثلا میشود متضایق بگیم انسانی بد قهر، بد خشم، یا متضایق است یعنی که خفه است، یا متضایق به معنای خشمگین می آید. متضایق معناهای گوناگون دارد. بد قهر و بد خشم و خفه و خشمگین و غضب‌آلود و به همین معناها می آید. بعدش میگوید یکفینی. کفایه میکند مرا. کفایه میکند برای من یا کفایه میکند من را. یکفینی کفایه میکند برای من. بعدش میگوید جملتون. جملتون جمله. جملتون جمله یعنی که چند کلمه را جمع میکنیم میشود یک جمله. بعدش میگوید جملون.
جملون یعنی جمله ها، جملون جمع جملتون هست یعنی جمله ها. بعد از این میگوید قضیتون، قضیتون یعنی قضیه، مسئله، مثلا یک مسئله، قضیتون قضیه مسئله. بعدش میگوید قضایا یعنی قضیه ها، مسئله ها. بعدش میگوید امینون، امینون یعنی انسان امانت دار، انسان امین، امین است میگوید یعنی امانت رو خوب نگاه میکند، خائن نیست، امین است. جمعش میشود امناء، امناء یعنی امین ها، امناء امین ها. امناء همچنین اسم غیر منصرف است، آخرش تنوین رو قبول نمی کند. بعدش میگوید امانتون، امانتون امانت، ما و شما هم امانت میگیم، مثلا یک مسئله رو میگوشه میگه برای تو امانت است، یعنی خیانت نکن در این امانت، یعنی بین من و تو است، کسی دیگر نفهمد، یا بین چند کس امانت دیگرها نفهمند. بعدش میگوید شدیدون، شدیدون یعنی سخت، شدیدون سخت. بعدش میگوید عظیمون، عظیمون یعنی بزرگ، عظیمون بزرگ. بعدش میگوید احضر، احضر حاضر کرد، احضر حاضر کرد. یحضر حاضر میکند، احضر یحضر مصدرش میشود احضارون یعنی حاضر کردن، احضارون حاضر کردن. پس احضر یحضر احضارون از باب هفتم از 22 باب صرفی است، این از باب اکرم یکرم اکرامون هست، احضر یحضر احضارون. بعدش میگوید اعلن، اعلن اعلان کرد، اعلن اعلان کرد. یعلن، یعلن یعنی اعلان میکند، یعلن اعلان میکند. اعلان اعلان کردن، اعلان اعلان کردن. پس همچنین اعلن یعلن اعلانون از هفتم باب 22 باب صرفی است، از باب اکرم یکرم اکرامون، اعلن یعلن اعلانون. بعدش میگوید راجع، راجع یعنی مراجعت کرد. یراجع، یراجع یعنی مراجعت میکند، راجع مراجعت کرد یا روی آورد، یراجع مراجعت میکند یا روی می آورد. پس مصدرش میشود مراجعتون، مراجعتون یعنی مراجعت کردن، مراجعتون. این راجع یراجعو از باب قاتل یقاتلو از نهم باب 22 باب صرفی است. قاتل راجع، یقاتلو یراجعو، مقاتلتن پس میگه مراجعتن، مراجعتن یعنی مراجعت کردن، روی آوردن. مصدر از باب نهم از 22 باب صرفی هست. بعدش میگه استحق، استحق یعنی مستحق شد، سزاوار شد، لایق شد. استحق مستحق شد، سزاوار شد، لایق شد. پس استحق فعل مضارعش میشه یستحق، استحق فعل ماضی است، فعل مضارعش میشه یستحق یعنی مستحق میشود. مصدرش میشود استحقاق یعنی مستحق شدن، سزاوار شدن، استحقاق. پس استحق یستحق از 22 باب صرفی باب 15 است. باب استخرج یستخرجو است، اما این مضاعف است. استحق در اصل استحقق بود، رنگ استخرج، اما به سبب مضاعف بودن آخرش شده گرفت و ادغام شد، قاف در قاف شد استحق. پس استحق از 15 بابی 22 بابی صرفی است، اما مضاعف هست. بعد از این میگوید نسیه، نسیه یعنی فراموش کرد، نسیه فراموش کرد. فعل مضارعش میشود ینسه، ینسه فراموش میکند. مصدرش میشود نسیانون فراموش کردن. پس نسیه ینسه نسیانون از 22 باب صرفی باب 4 است، باب علم یعلمو است، علم یعلمو از باب 4 است از 22 باب صرفی، اما این ناقص است، ناقصی یایی. نسیه ینسه، نسیه فراموش کرد، ینسه فراموش میکند، نسیانون فراموش کردن. بعد از این میگوید
فقد یعنی گم کرد. فقد گم کرد. فعل مضارع می شود یفقدو. یفقدو یعنی گم میکند. یفقدو گم میکند. مصدرش فقدون. فقدون یعنی گم کردن. فقدون یعنی گم کردن. پس فقد یفقدو فقدون از 22 باب صرفی باب دوم هست. باب ضرب یضربو است. فقد به مثل ضرب، یفقدو به مثل یضربو، یعنی از 22 باب صرفی باب دوم است. باب ضرب یضربو هست. بعد از این میگوید حزینه. حزینه یعنی ضیق شد. حزینه محزون شد، ضیق شد. فعل مضارعش می شود یحزنو. یحزنو یعنی غمگین می شود، ضیق می شود، محزون می شود. مصدرش می شود حزنون یعنی ضیق شدن. حزنون ضیق شدن، محزون شدن، غمگین شدن. اکنون حزین یحزنو این از 22 باب صرفی باب چهارم هست. باب علم یعلم. حزین به مثل علم، یحزن به مثل یعلم. پس از باب چهارم هست حزین یحزن. بعد از این میگوید عثر علی. عثر علی یعنی پیدا کرد. این علا را ترجمه نمی کنیم زیرا اینکه این علا برای تعدیه آمدگی است. یعنی علا علای برای تعدیه هست، برای متعدی کردن عثر است. عثر فعل لازم است. عثر لازم است. پس علا را میاریم فعل لازم فعل متعدی می شود. از این حساب ترجمهش نمیکنیم، میگیم عثر علا پیدا کرد. یعثرو. یعثرو پیدا میکند. عثور پیدا کردن. پس عثر یعثرو از یکم باب 22 باب صرفی است. از باب نصر ینصرو است. عثر به مثل نصر، یعثرو به مثل ینصرو. ینصرو پس از یکم باب 22 باب صرفی هست. ترجمهش عثر علا پیدا کرد یا یافت. پیدا کرد یا یافت. بعدش میگه سره. سره یعنی که خوشحال شد، خرسند شد. سره خوشحال شد. این اصلا فعل ماضی مجهول است. سره یعنی که سره خرسند کرده شد. اما در ترجمه میتونیم معلوم ترجمهش کنیم که سره یعنی خوشحال شد، خرسند شد. زیرا که بعضی حالات هست که در شکل فعل مجهول است اما معلوم ترجمه کرده می شود. پس این از قبیل همین طور فعل است که در شکل مجهول است سره، اما در ترجمه معلوم ترجمهش میکنیم که خوشحال شد. بعدش میگه سرورون. این مصدر است یعنی خوشحال شدن، خرسند شدن. بعدش میگه مکافاتون. مکافاتون یعنی مکافات. مکافاتون مکافات، یا میتونیم بگیم پاداش، یا میتونیم بگیم جایزه. مکافات، پاداش، جایزه به همین معناها ترجمه کرده می شود. جمعش جمع مؤنث سالم میشده است که مکافاتون می شود. مکافاتون یعنی مکافات ها، مکافات ها یا پاداش ها. پس به این طریق نوشته می شود. هر کسی که میخواهد جمع مکافات را بنویسد پس مکافاتون به این طریق نوشته می شود که مکافاتون. مکافاتون به این طریق می شود، یعنی نوشتنش این طریق است. مکافاتون یعنی که مکافات ها، مکافات ها یا پاداش ها. بعد از این میگوید سلم. سلم یعنی که تسلیم کرد. تسلیم کرد یا سپارید. سلم تسلیم کرد یا میشه بگیم سپارید. سلم این فعل ماضی است. فعل مضارعش یسلمو می سپارد یا تسلیم می کند. مصدرش می شود تسلیمون. تسلیمون تسلیم کردن، سپاریدن. پس سلم یسلم تسلیمون از 22 باب صرفی باب 8 است. باب فرح یفرح تفریح هست. بعد از این میگوید ثوابون. ثوابون یعنی ثواب، ثواب، اجر، پاداش. ثوابون ثواب و اجر و پاداش. پس این هست
درس 64 یا کلمه های نوی درس 64. پس میخوانیم حوار و گفتگوی این کتاب را. صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که الولد لوالده، پسر برای پدرش. الولد لوالده یعنی پسر برای پدرش. قال لنا معلمنا، گفت برای ما معلممون، گفت برای ما معلممون. غدا سنزور معرض کتاب الاطفال لیحضر کل منکم دینارا. میگوید غدا یعنی فردا، سنزور زیارت میکنیم، بزودی زیارت میکنیم، معرض کتاب الاطفال نمایشگاهی کتاب‌های کودکانه را، نمایشگاهی کتاب‌های کودکانه را. لیحضر کل منکم دینارا، لیحضر این لام امر است، پس این لیحضر امر غایبش میکنه، امر بالامش میکنه، باید حاضر کند یا باید بیارد، باید بیارد، باید حاضر بکند. کل منکم هر یکی از شما دینارن، یک دیناری. پس لیحضر میتونیم در ترجمه بگیم باید حاضر کند هر یکی از شما یک دینار. لیحضر اگر به مثل آنچه که در بدان خوانده بودیم به اون طریق اگر ترجمه بکنیم، باید بگیم لیحضر یعنی گو تا بیارد، لیحضر یعنی گو تا بیارد هر یکی از شما یک دیناری. اما ترجمه اولمون برای فهمیدنم بهتر و خوبتر است، باید حاضر کند، باید بیارد هر یکی از شما یک دینار. غدا سنزور معرض کتاب الاطفال، فردا به زودی زیارت میکنیم نمایشگاهی کتاب‌های کودکانه را. لیحضر کل منکم دینارا، باید حاضر بکند هر یکی از شما یک دینار. بعدش میگوید لذلك ارجوک یا ابتی ان تعطینی دینارا. لذلك یعنی از برای همین، یعنی با همین سبب، از برای همین یا با همین سبب. ارجوک یا ابتی، خواهش میکنم از تو ای پدر جانم، ان تعطینی دینارا، این که بدهی برای من یک دینار. اکنون فردا معرض کتاب که میرفتین از پدرش پول پرسیده ایستاده است، میگه لذلك ارجوک، لذلك ارجوک یا ابتی، از این حساب یا با همین سبب از تو میخواهم ای پدر جانم، ان تعطینی دینارا، این که بدهی برای من یک دینار. بعدش میگه الوالد، الوالد پدر، پدر میگه لا ضرورة لذلك لسنا بحاجة الى الكتب الكتب عندنا كثيرة تكفينا. میگه لا ضرورة لذلك یعنی ضرورت برای آن نیست، ضرورت برای آن نیست یا لازمی نیست آن. لسنا بحاجة الى الكتب، احتیاج نداریم ما به کتاب ها. لسنا بحاجة نیست ما احتیاجمند الى الكتب، به کتاب ها. الکتب عندنا كثيرة، کتاب ها داریم ما خیلی زیاد. الکتب عندنا یعنی کتاب های زیاد داریم ما، کثیرتون بسیار زیاد. الکتب کتاب ها، عندنا داریم ما، کثیرتون بسیار. یا میشه عندنا را بگیم نزد ماست. الکتب عندنا کثیرتون، کتاب در نزد ما خیلی زیاد است. تکفینا، کفایه میکند ما را، بسندگی میکند برای ما. تکفینا کفایه میکند ما را یا برای ما کفایه میکند. بعدش میگه یا یک بار دیگه عباره را بخونیم، لا ضرورت لذلك یعنی ضرورت برای آن نیست. لسنا بحاجة الى الكتب، احتیاج به کتاب ها نداریم. الکتب عندنا کثیرتون، کتاب های زیاد داریم. تکفینا کفایه میکند ما را. بعدش میگه فقالت الاخت لاخیها، پس گفت خواهر برای برادرش. فقالت الاخت، پس گفت خواهر، لاخیها برای برادرش. ابوک متضایق انس قضیة الدینار انا اعطیک ولكن ليس عندي دینار اعطیک دراهم من محفظة نقودی بدلا من الدینار فسر الولد وشکر اخته.
میگوید ابوک متضایق، پدر تو بسیار بدخشم است، بدقهر است. ابوک متضایق یعنی پدر تو بسیار بدخشم است، بدقهر است. اینسا یعنی فراموش کن، نسیه ینسا فعل امرش میشه اینسا، اینسا فعل امر است. اینسا فراموش کن قضیت دینار، مسئله یک دینار را، قضیه دینار را، مسئله دینار را میگه فراموش کن. انا اعطیک، من برای تو میدهم، من اعطیک میدهم تو را، ولیکن میگه لیس عندی دینار، ندارم من دینار ندارم. میگوید اعطیک دراهم، میدهم برای تو درهم ها را، من محفظت نقودی، از کشلاک سومم یا از سومدازکم، بدلا من الدیناری، بجای از دینار، بدل از دینار میگه درهمت میتیم، بدل از دینار درهمت میتیم. درهم و مثل سامانی قطعی بگیم اگر یعنی از سامانی پایانتر، مثلا سامانی به مثل دینار هست و درهم به مثل از سامانی پایانتر. یا که مثلا روسی قطعی بگویم روبل و کپک، دراهم این روبل است، دینار مثلا این روبل است، این کپک است. دراهم روبل است و دینار کپک است. یا به تاجیکی دراهم سامانی است و دینار دیرم است، دیرم میگویم که پایانتر از سامانی. خب فسر الولد و شکر اخته، پس خرسند شد پسر و تشکر گفت خواهرش را، و شکر اخته و تشکر گفت خواهرش را. ابوک متضایق انس قضیت الدیناری، پدر تو بدخشم است، فراموش کن مسئله دینار را. انا اعطیک ولکن لیس عندی دینار، من میدهم برای تو ولیکن ندارم من دیناره. اعطیک دراهم من محفظت نقودی بدلا من الدیناری، میدهم برای تو درهم را از کشلاک سومم بجای دینار، فسر الولد و شکر اخته، پس خرسند شد پسر و تشکر گفت خواهرش را. بعد از این میگه فقدت المبرات التي اشتريتها يوم الأحد الماضي في المخزن وكانت جميلة وحزنت لذلك حزنا شديدا. میگه فقدت المبرات، گم کردم قلم تسکنک راکی، مبرات التي قلم تسکنک راکی، اشتريتها يوم الأحد الماضي، خریده بودم وی را روز یک شنبه گذشته. فی المخزنی، در مخزن گم کردم، در خزینه گمش کردم. و کان جمیلتا، و بود به نهایت زیبا یا بود زیبا. و حزنت لذلک حزنا شدیدا، و غمگین شدم برای همین غمگین شدنی سخته، شدید سخت، غمگین شدنی سخته. میگه فقدت المبرات التي اشتريتها يوم الاحد الماضي في المخزن، یعنی گم کردم قلم تسکنک را که خریده بودم روز یک شنبه گذشته در مخزن، در خزینه. و کان جمیلتا، و بود زیبا. و حزنت لذلك حزنا شدیدا، و زیغ شدم برای همین زیغ شدنی سخته، بسیار سخت زیغ شدم، میگوید غمگین شدم. بعدش میگوید والیوم سمعت اذاعة المدرسة تعلن، یعنی امروز، والیوم امروز، سمعت اذاعة المدرسة، شنیدم برنامه اعلان کنه که مدرسه رو اعلان، تعلن اعلان میکرد. اذاعة المدرسة یعنی برنامه پخش کردن خبرها. اذاعة المدرسه برنامه پخش کردن خبرهای مدرسه را تعلن اعلان میکرد. میگفت که من فقد شیئا فلیراجع الاذاعه فراجعتها فاذا مبرات فيها فسررت سرورا عظیما. میگوید که اعلان کرد که من فقد شیئا، هر کسی گم کرده است چیزی را، من هر کسی فقد گم کرده است شیئا چیزی را، فلیراجع الاذاعه،
پس مراجعت بکند برنامه خبری را یا اعلان کردن برنامه خبری را. فراجعتها، پس میگه مراجعت کردم وی را، یعنی اذاعه را، یعنی همون جای اعلان کنک را. فاذا میبرات فیها، پس ناگهان، فاذا ایذای فجاییه میگن، فاذا پس ناگهان، ترجمه ایذای فجاییه ناگهان میشود. پس ناگهان میبرات فیها، قلم تیز کنک من در آنجاست. پس ناگهان میبرات فیها، قلم تیز کنک من در آنجاست. فسررت سرورا عظیما، پس خرسند شدم خرسند شدنی بزرگی. پس خرسند شدم خرسند شدنی بزرگی. بگوید من فقد شیئا فلیراجع الاذاعه، هر کسی گم کرده است چیزی را پس رو بیارد به برنامه یا مراجعت بکند به برنامه اعلانی. فراجعتها، پس مراجعت کردم، روی آوردم به برنامه اعلانی. فاذا میبرات فیها، پس ناگهان قلم تیز کنکم در آنجاست. فسررت سرورا عظیما، پس خرسند شدم خرسند شدنی بزرگی. بعدش میگه کیف ذالک، چی طور است آن؟ کیف ذالک، چی طور است آن؟ بعدش میگه و کیف وقعت فیها، و چی طور افتیده است در آنجا. و کیف، و چی طور وقعت افتیده است، غلطیده است، فیها در آنجا. بعدش میگوید عثر علیها ولد امین فسلمها الى الاذاعه للاعلان عنها. میگوید عثر علیها، یعنی پیدا کرده است وی را، علا را ترجمه نمیکنیم، گفتیم پیدا کرده است وی را. وی را یعنی اینها مفعول بهی است در محل نصب. اینها برمیگرده به میبرات، یعنی قلم تیز کنک. عثر علیها یعنی پیدا کرده است، یافته است قلم تیز کنک را. ولد امین، پسر امانت داره، پسر امانت نگاه کنه. فسلمها الى الاذاعه، پس تسلیم کرده است وی را، سپاریده است وی را، یعنی قلم تیز کنک را، الى الاذاعه به برنامه اعلانی. للاعلان عنها، برای اعلان کردن از قلم، عنها از قلم تیز کنک، ها برمیگه به میبرات، یعنی از قلم تیز کنک. میگه عثر علیها ولد امین فسلمها الى الاذاعه للاعلان عنها، پیدا کرده است وی را پسر امانت داره، پس سپاریده است وی را به برنامه اعلانی برای اعلان کردن از وی. بعدش میگه هذا ولد امین لقد استحق ثواب من الله والمکافأة من الناس. میگه که هذا ولد امین، این پسر امانت دار هست. لقد استحق الثواب من الله، واقعا یا در حقیقت مستحق شده است، سزاوار شده است ثواب را از جانب الله. والمکافأة من الناس، و جایزه را، مکافات را از طرف مردم، یعنی مستحق شده است ثواب از جانب الله برای امانت نگاهداریش، و باید مردم هم براش مکافات بتیان که این جوان تشویق شود برای امانت داری و ثابت قدم بماند، یا دیگرها از این تعلیم بگیرند. هذا ولد امین، این پسر امانت دار هست. لقد استحق ثواب من الله، واقعا مستحق شده است، سزاوار شده است ثواب را از جانب الله، ثواب را یا پاداش را یا اجر را از جانب الله. والمکافأة من الناس، و مکافات و جایزه را از طرف مردم. بعدش میگوید نعم، بله، آره، الامانة عندنا دین، میگوید بله، آره، امانت در نزد ما دین هست. الامانة عندنا یعنی امانت در نزد ما، در نزد مسلمان ها، در نزد ما مسلمان ها دینون، این دین هست. امانت در نزد ما مسلمان ها دین است. در که حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره امانت داریم که میگوید لا ایمان لمن لا امانت له، یعنی که ایمان ندارد یا کامل الایمان نیست. زیرا که ایمان ندارد بگیم پس عقیده تکفیری های خبیث می شود. لا ایمان یعنی کامل الایمان نمی شود. لمن لا امانت له، هر کسی که امانت نداشته باشد. پس تکفیری های خبیث
از همین طور حدیث ها، از همین طور لفظ ها دلیل میگیرن برای تکفیر کردن مسلمان ها و برای تکفیر کردن مردمی عوام مسلمان بیچاره و طالب علم و همه را دیگه تکفیر کردن میگردن خبیثای کلاب اهل النار، چطوری که پیغمبر گفتگی است اونها را کلاب اهل النار. لا ایمان لمن لا امانت له، یعنی ایمان ندارد هر کسی که امانت نداشته باشد، یا کامل الایمان نیست. لا ایمان کامل الایمان نیست هر کسی که امانت نداشته باشد. ولا دین لمن لا عهد له، و دینش کامل نمی شود هر کسی که عهد و پیمان نداشته باشد. یعنی انسان عهد کند و عهد رو بشکند، خیانت کند در عهد کردهش، در وعده دادهش، پس میگه دینی اون کامل نیست. یا امانت خیانت کرد، ایمانش کامل نیست. پس این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله رو که امام بخاری و امام احمد در مسندش روایت کرده که هست. الامانت عندنا دین، پس میگه امانت در نزد ما مسلمان ها دین است. یعنی از دین منظمه که امانت از ایمان است. اگر امانت خیانت کردیم پس در ایمان ما نقص است، در ایمان ما کمبودی است. بعدش میگه و علی کل منا ان یکون امینا، و علی کل منا یعنی که واجب است بر هر یکی از ما، و علی کل یعنی واجب است بر هر یک منا از ما، ان یکون امینا، این که باشیم امین، امانت دار باید باشیم، زیرا که امانت این از دین است. کم کلمتا فی هذه الجمله، یعنی چند کلمه است در همین جمله، چند کلمه هست در همین جمله. چطوری گفتیم که کلمه، جمله عبارت از چند کلمه است، اما کلمه عبارت از چند حرف است، عبارت از چند حرف می باشد. کم کلمتا فی هذه الجمله، چند کلمه هست در همین جمله. با همین حوار و گفتگوی درس 64 با آخر رسید و در همینجا درس 64 را به پایان میرسونم. تا درس آینده یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.